سلام بینندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشکشی شما میکنیم. من مومین احمدی هستم. امروز 18 می است. در برنامه اینها را داریم. مقامات از کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن 10 نفر در بدخشان خبر دادند. ساکنان عادی میگویند مردم بیگناه کشته شده است. به قول نزدیکان با آغاز جنگ در اوکراین بعضی مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی ارسال پول به خانه‌هایشان را بس کردند. حالا کلینم از چند کارتوشکا خوراک پخت. اگر بعد 3 فرزندش زیادتی کند ما هم تناول میکنیم. بعد گزارش رادیو آزادی در پی فشارها نرخ گاز مایع در ناحیه اشت بلند برده شد. بیشتر از همه جا همینجا ارزانتر بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزی 18 می در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان بدخشان 8 نفر کشته شده است. این وزارت کشته شده ها را گروه مسلح نامیده است. به گفته مقامات در این حمله 1 افسر کشته شده است و 13 افسر دیگر زخمی گردیده است. تصدیق درستی این اطلاع به خاطر قطع بودن اینترنت در بدخشان فعلا غیر امکان است. ساکنان میگویند هیچ گروهی در بدخشان مسلح نبود و کشته شده ها ساکنان عادی هستند. مقامات از آنها گروه های متشکل جنایتی نام برده است و گفته است مقدار زیادی سلاح و مهمات جنگی از جمله کوکتیل مولوتوف مصادره شده است. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع را پیگیری کرده است و با ساکنان و مقامات صحبت کرده است. میرزانبی، آخرین خبر از بدخشان چی هست؟ بله، واقعا هر لحظه خبرهای تازه به ما میرسد. خبرگزاری دولتی خاور روز 18 می به نقل از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوشت که روز گذشته اعضای مسلح به هدف به قبل وزارت خللدار ساختن وضعیت سیاسی جمعیتی شهرهای دوشنبه قلمه را در حدود ناحیه روشان غیر قانونی بستند. وزارت کارهای داخلی در این حادثه به مداخله نیروهای خارجی اشاره کرده و گفته است جنایتکاران به پشتیبانی سازمان بین المللی تروریستی سلاح و لوازمات جنگی را از بیرون کشور دسترس کردند. اما در این بیانیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از هیچ نیروی خارجی دقیق نام برده نشده و نیز گفته نشده است که آنها چگونه و از کجا این اسلحه را دریافت کردند و استفاده کردند. و قبل وزارت گروه متشکل جنایتی برای انجام دادن عملهای تروریستی زرخریدان خارجی را جلب کرده است، اما از هیچ گروه نام برده نشده است. در همین حال بعضی سامانه‌های خبری که حادثه بدخشان را بازتاب میدهند نوشتند در این درگیری از سلاح سنگین استفاده شده است. ضمناً چند ساکن ناحیه روشان با خواهش اینکه نامشان ذکر کرده نشود گفتند که در روشان از صبح بر وقت تیرپرانی و تعقیب مردم جریان دارد. همسایگان ما در روشان گفتند که چند ساکن در جریان این عملیات کشته و زخمی شدند. با سببی که راهها بسته است تماس با ساکنان محله دشوار است. تصدیق درستی این خبر مشکل است. ساکنان به ما نام 5 کشته را نیز گفتند. داد خدا فرخ رئیس ناحیه روشان نخواست در این باره با ما صحبت کند و شرحی هم نداد. جسد 1 نفر افسر نیروهای الفا که گفته می شود در حادثه بدخشان تیر خورده است امروز در جماعت دهنی کولا به خاک سپریدند. از افسر جبارزاده فیضلی نام برده می شود که 25 ساله بوده است. یک منبع آزادی از شهر کولا می گوید سرباز روز 17 می در ناحیه روشان کشته شده است. او از قفس سینه‌اش تیر خورده است. ساکنان مرکز ناحیه میگویند کارمندان امور داخله به خانه مردمان زده میدرند. از مردها و پسران تقاضا میکنند که آنها را برای پیدا نمودن نفری در جستجو قرار داشتهشان راهنمایی کنند. یک روز قبل گفته شد که ساکنان روشان به مرکز ناحیه به نشان اعتراض حرکت کردند و از جانب مقامات انتظامی پس گرفته شدند. فعلا روای مردم اطراف به مرکز ناحیه مسدود است و ساکنان روشان در صحبت به ما گفتند که تقریبا در ساعت 13 روز علاقه تلفنی بر علاوه اینترنت نیز قطع کرده شده است. میرزانبی، حادثه روشان پس از آن رخ داد که ساکنان پیش راه ماشین‌های نظامی را که به خاروق حرکت می‌کردند گرفتند. در شهر خاروق 2 روز پیش ساکنان اعتراض کرده بودند و حال وضع چگونه است آنجا؟ بله، در جریان همین اعتراض در خاروق چند نفر زخمی و 1 نفر کشته شد. ساکنان به ما گفتند که این صبح گروه در محله برخاروق شهر خاروق تلاش جمع شدن داشتند که از جانب نظامیان پراکنده شدند و حالا در خیابان‌های خاروق جمع شدن ساکنان به نظر نمی رسد. ساکنان میگویند تعداد نظامیان و پاسگاه بیشتر شده است و حرکت به مرکز شهر هم تقریبا ناممکن است. مقامات در اظهارات محمد باقرov، علیم شیرزمانov فعال مخالفین و الفت خانم محمدشاه و فعال جامعه مدنی را در ناآرام کردن وضع گمانبر دانستند. آنها این اتهام را رد میکنند.
میرزونبی خبر رسید که یکی از چهره‌های فعال بدخشان چنانکه شما نام بردید الفت خانم محمدشاهی و از جانب مقامات بازداشت شده است. جزئیات این بازداشت چی است؟ تفصیلات به دست آوردید؟ بله، واقعا طور مراد محمدشاهی روزنامه‌نگار شناخته و یکی از نزدیکان محمدشاهی به رادیو آزادی گفت که گروه کارمندان کمیته امنیت ملی و دادستانی کل در ساعت 8 صبح همین روز الفت خانم را از منزل زیستش دستگیر کردند و به بینای کمیته امنیت بردند. مراد محمدشاهی گفت که او را نیز به حیث خویشاوند الفت خانم دعوت نموده در حضور پیوندان منزل زیست او را بازجویی کردند. وی گفت هیچ چیزی شبه‌آور پیدا نکردم، در نسبت او تا هنوز هیچ پرونده هم باز نشده است و تا حال از او خبری نیست که در کجا است. تشکر میرزانبی برای صحبت. همکارم وضعیت بدخشان را شرح داد. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. برنامه را ادامه میدیم. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که با نگرانی از جنگ روسیه در اوکراین، فنلاندیا و شوئدیا عریضه عضویت در این پیمان نظامی را دادند. استولتنبرگ در یک نشست خبری 18 می گفت عریضه عضویت این دو کشور را گرم استقبال میکند و فنلاندیا و شوئدیا را شریکان نزدیکترین ما نامید. در اظهارات ناتو در توییتر این تحولات چون یک روزی تاریخی یاد شده است. انتظار می رود که جریان تهیه عریضه عضویت در ناتو از جانب این دو کشور 2 هفته را در بر میگیرد. تا حال تنها ترکیه در برابر نیت عضوی ناتو شدن این دو کشور مخالفت کرده است. اگر مخالفت های ترکیه برطرف شود، احتمال جریان پوره به عضویت ناتو قبول شدن فنلاندیا و شوئدیا چند ماه را در بر بگیرد. در ازبکستان برخی ساکنان شکایت دارند که پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین زندگیشان به مشکل پیچیده است. یک ساکن 30 ساله از این کشور به همکاران ما نقل کرده است که در خریدن غذا به کودکانش مشکلی میکشد. او میگوید به 3 فرزندش تقریبا خوراک خریدن نمیتواند و آنها نیم گرسنه‌اند. از زمان آغاز جنگ در اوکراین شوهر او که مهاجر کاری است از روسیه دیگر پول نمیفرستد. همکاران ما از بخش ازبکی رادیو آزادی با زندگی این خانواده آشنا شدند. گزارش را شهلای گلخوجه تقدیم میکند. همگی 4 کартошка و 1 پیاز مانده است. این رو هم پدرم آورد. انا باز کمی مکرون و افشوره پمیدور داریم. کموش ذخیره‌هایش را که باقی ماندند نشان می‌دهد. او باید این چند دانه سبزیجات و مکرون را صرفه‌کارانه استفاده کند. تنها در روز عید برای خودش اجازه می‌دهد که به کودکانش خوراک بالذت‌تر بپزد. کартошка را با پیاز و تخم بریان میکنیم. این خوراک نصف روزی ما است. کموش 3 فرزند دارد. تیر ماه سال گذشته شوهرش برای کار به روسیه رفت، اما با شروع جنگ در اوکراین به او دیگر معاش ندادند. من او را جنگ میکنم که بهوده روسیه رفت. از زمانی که جنگ آغاز شد همگی $100 فرستاد و خلاص. این پول را به قرضهایمان دادیم. دیگر یگان تنگه در دستمان نمانده است. در این اویله چند ماه می شود گوشت را ندیدند. کموش میگوید به احساس دائمی گرسنگی عادت کرده است، اما به کودکانش فهماندن آنکه چرا غذا ندارند دشوار است. چند پیش کدام کسی ششلیک پخته است. بعد این فرزندانم 2 روز غذای را که من پختم نخوردند. آنها میخواستند ششلیک بخورند. جانگول خوشتومن کموش زود به عیادت نبیره‌هایش رفته برای آنها تخم خانگی میبرد. هرچند وضع اقتصادی اویله خودی او نیز خوب نیست. بعضا چای خشک هم نمیابیم. آب جوش را می دیگر علاج نداریم. حالا کلینم از چند کартошка خوراک پخت. اگر بعد 3 فرزندش زیادتی کند ما هم تناول میکنیم. با دست دادن خردترین امکانیت کموش برای خودش کار میجوید. بعد نشر گزارش بخش ازبکی رادیو آزادی درباره این اویله، مقامات محلی به آنها با مواد غذایی، آرد و برنج و شکر کمک کردند.
اما کموش درک میکند که یوری مقامداران دویمی نیست. از این رو میخواهد شوهرش هرچی زودتر برگشته در وطن جای کار پیدا کند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. هفته گذشته رادیو آزادی درباره نسبت به دیگر مناطق سوخت با نرخی ارزانتر فروخته شدن گاز مایع در ناحیه اشت گزارش داده بود. اصلا هدف از این مطلب انعکاس جنبه مثبت موضوع مذکور بود، ولی طور معلوم می شود بعد این گزارش در پی فشارها قیمت گاز مایع در ناحیه اشت بالا برده شد. فرزان محمدی گزارش می دهد. در ناحیه اشت ولایت سوخت قیمت گاز را بالا برده و آن را یکسان با نقطه‌های فروش سوزشواری دیگر منطقه‌ها معین کردند. قیمت گاز مایع حالا در اکثر تابلوهای گاز فروشی اینجا 6 سومانی نوشته شده است. این هم در حالی است که تا چند روز پیش همین نرخ از 5 تا 5 سومان و 30 درم بود. چند از کاربران رادیو آزادی هم از گران شدن این نرخ شکایت کردند. تاجران درباره تغییر یافتن نرخ نخواستند در نزد دوربین صحبت کنند، ولی به ما گفتند که نسبت به پیشتر حالا گاز را با نرخ گرانتر گرفته ایستادند. قبلا نیز آنها گفته بودند که فایده زیاد هم نمیگیرند و ضرر هم نمیبینند. ناحیه اشت با ناحیه پاپ ازبکستان همسرحد است. ایده تخمین میزنند که احتمال این نوع سوزشواری از کشور همسایه آورده می شود. مقامات شرح ندادند. این وضع در ذهن اکثر خریداران سوالهایی را خلق کرده بود که چرا در یک منطقه دوردست تاجیکستان امکان ارزانتر فروختن گاز مایع هست و در شهر و ناحیه‌های نزدیک به مرکز نمیتوانند نرخ را پایین‌تر کنند، در حالی که به گفته تاجران منبع انتقال گاز مایع یک سرچشمه دارد. بیشترین نقلیات سبکرو در تاجیکستان از گاز مایع استفاده میکنند و بالا و پایین رفتن نرخ این نوع سوزشواری به جیب اکثر مردم میان حال در کشور تاثیر دارد. یک سوم حاضر از این سکر پیش ارزان بود 5 بود حاضر 6 شد. مثلا چوه گفته یک عمر میپرسید که چوه نه یه خیلی همه هفته ما شد از یک سوم. همین کار شما چه تاثیر میکنه از قیمت شدن گاز؟ هم میگردیم دارم یک سوم قیمت شد راست خودی ماشین باید میشد ارزان باشد همیش خوب بیاد. پیشتر از همه جا همینجا ارزانتر بود. نرخ نوعهای دیگری سوزشواری به مثل بنزین و دیزل در اکثر شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت یک خیله است. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارگرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اصلا از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سلرکه میگیرد. از چند سال به این طرف مقامات میگویند کارخانه کارکرد نفت در دنقره فعال میشود، ولی افتتاح آن به سبب‌های گوناگون به درازا میکشد. با اطلاع رسمی گازپروم نفت تاجیکستان، سیگنج و آژانسی ذخیره‌های مادی در بازار نفت کشور سهم زیاد دارند. فراز شرکت متعلق به شمس‌الله صایبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از وارد کننده اساسی این بازار بود. شرکت 2 سال پیش در نامه به کمیته انداز گفت که به دلیل تاب نآوردن در بازار برهم میخورد، ولی یک تحقیقات رادیو آزادی نشان داد که این شرکت هنوز هم فعال است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا در اظهارات روزی 17 می گفت که حکومت این کشور نظارت بر بناهای سفارتخانه افغانستان در واشنگتن و 2 بنای کنسولگری در ایالات آمریکایی را به دست خود گرفته است. در اظهارات گفته می شود که دپارتمنت دولتی تنها مسئول امنیت و برقرارسازی روابط دیپلماتیک و هم مجهزسازی داخلی بناها و بایگانی و دارایی‌های مالی آن می باشد. از این رو وارد شدن دیگرها را به این بناها اجازه نمی دهد. برنامه ما اینجا به پایان رسید. خبرهای تازه و بیشتر را از سامانه ما و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام رادیو آزادی پیدا کنید. خدا نگهدار.